سلام، من روشنکم و امروز قراره براتون کتاب فورث وینگ رو تعریف کنم. A dragon without its rider is a tragedy. A rider without their dragon is dead. فورث وینگ یا جناح چهارم تا امروز 3 جلدش اومده و طبق چیزی که نویسنده گفته قرار 2 جلد دیگهش بیاد. حالا من چرا این کتاب رو انتخاب کردم؟ چون این آخرین کتابیه که خوندم تا الان و الان تمام ذهن من حول محور این کتاب میچرخه و به چیزی جز این کتاب نمیتونم فکر کنم. و مهمترین نکته راجع به این کتاب چیه؟ اینکه این کتاب اژدها داره، یعنی اژدها داره و مطمئنم که شما هم عاشقش میشین، قول میدم. حالا بریم سر اصل مطلب. کتاب راجع به یه دختر است که اسمش وایلت ثورنگیله. وایلت ثورنگیل توسط مادرش جنرال ثورنگیل قرار فرستاده بشه به کالج اژدهاسوارا و به زور، چون وایلت تمام زندگیش آموزش دیده بود تا کاتب بشه. خب حالا ما بریم سراغ این که اصلا داستان چیه. ما توی دنیای کتابمون هر کسی رو داشته باشیم که بخواد بره به کالج 3 تا گزینه داره. یا میتونه کاتب بشه، یا باید بره اژدهاسوار بشه و یا پیاده نظام بشه. اژدهاسوار و پیاده نظام که مشخصه. کاتبا کیا هستن؟ کاتبا کسایی هستن که کل زندگیشون رو قراره توی کتابخونه بگذرونن. یه عالمه کتاب رو دورتون تصور کنین. کاتب قراره تمام اون کتاب ها رو بخونه و تمام اون کتاب ها رو هم بنویسه. یعنی چی؟ قراره کاتب تاریخ الان رو برای آینده بنویسه. کاتب کسیه که محتوای درسی بچه‌هایی که قراره بیان کالج رو تعیین میکنه. کاتب کسیه که انقدری کتاب خونده که از تاریخ 600 سال پیش باید بدونه تا الان زبان‌های مختلف بلد باشه. خیلی چیزا کلاً بلده و هوش بسیار بالایی داره. برعکس اژدهاسوار افرادی هستن که قد بلندن، قویان، میتونن زنده بمونن توی هر حالتی و کلا این مدلی. یعنی افرادی که خیلی قوی و بزرگ جثه و قد بلند و اینا اژدهاسوار میشن. افراد باهوش و یه مقدار ضعیف مثل وایلت که از بچگی مریض به دنیا آمد و نصف موهاش سفیده و بدن ضعیفی داره و تا الان حتی یه دونه چاقو دستش نگرفته، نمیتونه بیاد اژدهاسوار بشه، میره کاتب میشه. بابای وایلت کل زندگی وایلت رو اینطوری شکل داد که وایلت رو آماده کنه واسه اینکه کاتب بشه. اما بعد از اینکه باباش فوت شد، مامانش داره به زور وایلت رو میفرسته به کالج اژدهاسوارها. حالا این وسط خواهر بزرگتر وایلت میرا داره تمام زورش رو میزنه که مامانش رو از این تصمیمی که گرفته منصرف کنه، ولی مامانش الا و بلا روی یه پا وایساده که نه، بچه من باید اژدهاسوار بشه. حالا چرا؟ چون همه ثورنگیل ها باید اژدهاسوار بشن، مثل خودش، برنان برادر بزرگتر وایلت و میرا. البته برنان کشته شده، به اونم میرسیم. با وجود این که مامان وایلت میدونه که تقریبا نصف افرادی که میرن و وارد کالج اژدهاسوارها میشن زنده از اونجا بیرون نمیان، روی یه پا وایساده که نه، دختر من باید بره اژدهاسوار بشه، دختر من نباید بره کاتب بشه. خلاصه اینطوری. حالا هر کاری میرا میکنه بازم جنرال روی یه پا وای میسته که نه هرچی من بگم. بالاخره روز موعود میرسه. میرا وایلت رو برمیداره و میرن جلوی در کالج و منتظر اینن که وایلت با زندگی جدیدش روبرو بشه. حالا اینجاش خیلی باحاله. همه افرادی که میخوان وارد کالج اژدهاسوارا بشن باید از یه دیواره عبور کنن. یه دیواره‌ای که باد و بوران و طوفان و همه چیز قراره به اینا حمله بکنه و اینا رو پرت کنه پایین و تقریبا هر سری از بین 100 خورده دانشجو، هرچی نمیدونم بهشون چی میگن، سرباز بهشون میگن، سرباز، از بین 100 خورده سربازی که قراره وارد این کالج بشن، بیشتر از 70 تاشون همینجوری میافتن پایین از این دیواره و نمیتونن از این دیواره رد بشن. بعد حالا وایلت با این بدن ضعیف، بدن غیر آماده‌ای که مامانش فقط 6 ماه قبل از اینکه این بخواد وارد کالج بشه اینو فرستاده بود با این نفر تمرین کنه، میخواد از این دیواره رد بشه. معلومه که رد میشه، وگرنه ما کتابی نداشتیم که 800 صفحه باشه. خلاصه وایلت همونجا جلوی دیوار وایساده بود که با کسایی که دور و برش بودن شروع میکنه صحبت کردن و در جا هم با یکیشون دوست میشه که اسمش چی بود؟ ریانن که قراره خیلی نقش زیادی هم تو کل داستان داشته باشه. اولین دوستیه که وایلت به دست میاره، make a friend میکنه، باهاش دوست میشه. ممنونم از فیلم بردار است.
با وجود اینکه میرا بهش تاکید کرده بود واضحاً که با کسی دوست نشو توی کالج، چون خیلی امکان داره که اینا بمیرن دیگه، به هر حال تاکید کرده بود که با کسی دوست نشو. ولی خب وایلت هنوز وارد کالج نشده، با ریانن سری در جا رفاقت و مرام و اینا کفششو در میاره، یه لنگشو و میده به ریانن که بتونه اونم راحت از دیوار عبور کنه، چون اون کفشی بودش که میرا بهش داده بود که یه مقدار زیرش زبرتر بود و راحت‌تر میتونست از دیوار عبور کنه و سر نمیخورد پایین. و همینجا حماقت رو شروع میکنه عزیز ما. خلاصه دوباره بعد از این که کفشش رو میده به ریانن، همینجوری چشمش داشته میچرخیده که چشمش میخوره به یه آقا پسر خوشگل و مشکل و جذاب و قد بلند و سیاه. یه خورده سیاه دوست دارن خارجی ها، برنز منظورمه، سیاه و اینا، که تکیه داده بوده به دیوار. آقا کسی هم نیست جز زیدن. زیدن کیه؟ همون کسی که میرا بهش هشدار داده بود که از این آدم تو باید فاصله بگیری، چون این آدم 100% تو رو توی روز اولت قراره بکشه. چرا؟ چون پدر زیدن 6 سال پیش یه شورشی رو رهبری میکرد که بعد از اینکه دستگیر شدن، مادر وایلت که ژنرال بوده مسئول اعدام همه اینا بوده و زیدن طبیعتاً از مادر وایلت یه کینه‌ای هم به دل گرفته دیگه. در نتیجه وقتی بچه ضعیف ژنرال وارد مقر میشه، قطعاً میتونه که اینو بکشه و تلافی کنه. از طرفی هم زیدن پدر زیدن کسیه که برادر وایلت رو توی همون جنگی که رخ داده بود توی 6 سال پیش کشته. در نتیجه اینا یک دشمن خونی حساب میشن و وایلت واقعا باید از این فاصله‌شو حفظ کنه. ولی آیا این کار میکنه؟ مسلماً نه، وگرنه ما کتابی نداشتیم. وایلت هر جوری که بود خودش رو از دیواره عبور میده، با اینکه طوفان شدید بود، بارون بود، باد بود، چندین بار احتمال داشت که سر بخوره بیفته، ولی به زور خودش رو نگه داشته بود با تشکر از بوتی که میرا بهش داده بود. البته یه لنگش موندگار شده بود و تونست خودش رو به اون سمت دیواره برسونه و وارد محوطه کالج بشه، اما با یه زانوی بسیار بسیار داغون شده، بدن داغون شده و شکسته تقریبا، در حالی که داشته از حال میرفته دوست دوران بچگیش رو میبینه. دین بهترین دوستی بودش که وایلت داشته و دوست داشته که کم فازشون تغییر کنه و برن وارد مرحله بعدی بشن، ولی خب تا الان فرصتش پیش نیومده بود و دین هم وارد مقر اژدها سوارها شده بود و از اونجایی که توی سال اول کالجشون اجازه ندارن با هیچ کسی بیرون از کالج ارتباط داشته باشن، نامه بنویسن، صحبت کنن و اینا، هیچ خبری از دین نداشته. و بعد از 1 سال کامل که دین اینجا بوده و الان سال دومی حساب میشه، وایلت تازه دین رو میبینه. دین سمتش میاد، اینا شروع میکنن با هم دیگه صحبت کردن و فلان و اینا. دین شروع میکنه به اینکه تو اینجا چی کار میکنی، تو خیلی ضعیفی، 2 روز اینجا بمونی میمیری و نمیدونم همه جات میشکنه و به همه بکشنه، تو باید از اینجا فرار کنی و من باید تو رو فراری بدم و مامانت چه فکری با خودش کرده تو رو فرستاده اینجا و از این صحبت ها. وایلت هم بهش میگه که نه، من نمیتونم از اینجا فرار کنم، چون مامانم منو تهدید کرده که اگر از اینجا فرار کنم دوباره منو برمیگردونه به همینجا، پس یا با اژدها از اینجا بیرون میرم یا کلا از اینجا بیرون میمیرم. همینجوری اینا داشتن با هم دیگه بحث میکنن که یه عالمه اژدها میان تو محوطه. من اینجوری دارم بازوق میگم، ولی اژدها میان و هر کسی که از دیدن این اژدها میترسه و فرار میکنن شروع میکنن به سوزوندن. بله، نه تنها بچه‌ها سر دیواره افتادن و مردن، الان اژدها هم اینا رو میسوزونن و میکشن. خلاصه اونایی که فرار کردن، ترسو بودن و اینا، اژدها یهویی میکنن و میکشنشون. و این وسط یهویی وایلت یه چیز خیلی جذابی هم میبینه، یه اژدهای خیلی بزرگ و ترسناک آبی میبینه که مال زیدن بوده. متوجه میشه که یکی از قدرتمندترین اژدهاهایی که توی دنیای اژدها وجود داره اژدهای زیدنه. اژدهای آبیه، آبی دوست دارم. خلاصه بعد از اینکه اژدها هر کس که ترسو بود رو سوزوندن، حالا نوبت این میرسه که بچه‌ها رو تقسیم بندی کنیم به گروه‌ها و بخش‌ها و جناح‌ها. 4 تا جناح داریم، هر جناح چند تا بخش داره، هر بخش چند تا گروه داره و این مدلی. دین سرگروه یکی از گروه‌ها توی جناح اول یا دومه، دقیق یادم نمیاد، و با پارتی بازی ریانن و وایلت رو وارد گروه خودش میکنه که حواسش بهش باشه و هواشون رو داشته باشه. اما زیدن که رهبر جناح 4 هستش و سمتش تقریبا بالاتره، با پارتی بازی کل گروهی که وایلت و ریانن توش بودن و منتقل میکنه به جناح 4. دینم به عنوان سرگروه با اونا میاد. یعنی الان هر سه تا اینا
زیر نظر زیدن باید تمرین کنن، کلاساشون رو بگذرونن، کورساشون رو بگذرونن و همه چی، و همین میتونه که باعث این بشه که کلا زیدن زندگی وایلت رو تبدیل به مطلقاً جهنم بکنه و راحت بتونه بکشتش حتی. حالا ممکنه براتون سوال پیش اومده باشه که اصلا داستان چیه؟ چرا اینا دارن یه همچین جنگجوهایی رو با همچین خشونتی از همین اول کار میسازن؟ داستان اینجوریه که اینا توی کشوری زندگی میکنن به اسم ناوار. امیدوارم تلفظش همین باشه. به اسم ناوار. ناوار توسط اژدهاها و سواراشون داره محافظت میشه از حمله گریفنها و سوارهای اونا. گریفنها چی هن؟ یه سری موجوداتی هن که نصفشون شیره، نصفشون عقاب پر دارن و اونا هم یه سری سوار دارن. حالا چرا اینا میان سوار اژدها میشن، اونا سوار گریفنها میشن؟ اینا وقتی با همدیگه پیوند برقرار میکنن یه سری قدرت از همدیگه میگیرن و در نتیجه این قدرت ها باعث میشه که اینا بتونن از کشورشون دفاع کنن در مقابل حمله گریفنها، و گریفنها هم که از سواراشون یه سری قدرت میگیرن حمله میکنن به اینا. حالا اینکه اونا چرا حمله میکنن، اینا چرا دارن دفاع میکنن، اینا رو همه رو توی داستان ما متوجه میشیم. منتظر قسمت بعدی ویدیو باشین. امیدوارم تا اینجا از داستان لذت برده باشین، ولی اینو در نظر بگیرین حتما که این صرفا شخصیت ها بودن و فضای کلی داستان و اصل داستان هنوز مونده. اگر نظری داشتین راجع به همین قسمت کوتاه توی کامنت ها بهم بگین، و اگر کتابی رو دوست دارین بعد از این کتاب من براتون تعریف کنم هم میتونین اسمش رو توی کامنت ها برام بنویسین و من براتون تعریفش میکنم. دوستتون دارم. بای بای.